هفته خبر تو خبر داره براتون از کلاف سردرگم مذاکره برای مذاکره که هم سیدعلی و هم اکبر کوسه مدتها منتظرش بودن تا شاید از توش یه معجزه‌ای برای نظام در بیاد. فضایی که حاکم هست بر جلسات یعنی یک فضای خوشبینی توأم با احتیاط آمیز. ممکن هست یک ماه دیگه نشست مجددا در ژنو سوئیس برگزار بشه. انتظار دارند که طی مدت یک سال به یک نتیجه ملموسی برسه، به یک نتیجه برسه. تغییر لن کاملا قابل مشاهده است، اما هنوز تغییر رویکرد دیده نمیشه. خلاصه ته خط دور خودشون چرخیدن تا اینکه برگشتن به همون نقطه اول. اگر کسی با این راه پله تونست یه طبقه بره بالا، اینا هم میتونن یه گام جلو برن. این وسط از همه داغونتر وضع سیدعلیه که یه زری درباره نرمش ذلیلانه زد. بعد حالا بعضی از نوچه هاش زور میزنن که این رو یه جوری به بسیجی های گیج خورده بفهمونن. مثلا این یکی تاکتیک ساندویچ کردن حرف سیاسی در توصیه‌های اخلاقی رو پیش گرفته. دیشب تلویزیون یه کلمه قشنگی گفت ممکنه ما از آمریکا بگذریم، اما ممکن نیست جنایات آمریکا رو شما بگید فراموش کنیم. چه حرف قشنگیه. ممکنه انسان یک چیزی رو ببخشه ولی جنایات فراموش نمیشه. خب یه کلمه‌ایه که ممکنه شما یه ستم فکر کنی به ذهن ندن. اما بدبختی دیگه سیدعلی قاط زدن نوچه هاییه که تحمل خوردن همین یه قطره زهر رو هم ندارن. بعد از انقلاب دو تا سطح بیشتر وجود نداره. یا با اینی بر اساس این تفکر باید شعر بگی، بسرایی، بنوازی، بجنگی، یا همین مدلی که الان تجویز دارن میکنن، ترغیب دارن میکنن، بچه‌هامون دارن میبرن، برای این اساس ذائقه درست کردن. چاک دهن باز اینها. خدا این چی شبکه جوانه، نمیفهمید، هیچ کسی نمیگیره اینو، هیچ صدایی بلند نمیشه. خیلی کی رو بگیریم؟ وزیر ارشاد رو. کجا هست اصلا اینا؟ گرفتار اینها. خودش میگه من 150 نفر نیرو فقط تو روابط عمومی دارم. اصلا جیگر نمیکنه بره دست بزنه به اون سیستم، بخواد اونا رو پاکسازی بکنه یا کاری. بقیه‌اش هم همش باید نوار پاره کنه. اینا افتتاح فلا، اینا افتتاح فلا، اینا تموم دیگه وقت اینا. جیگر میکنه نیروهای دوره خاتمی و دوره هاشمی رو پاکسازی بکنه. چه جوری دوستان بایستی با این مافیا برخورد کنیم؟ میشه اصلا سوال چه باید کرد؟ تسلیم بشیم، تسلیم این وضعیت بشیم، پیرن سفید در بیاریم، بذاریم رو پشت بوممون آویزون بکنیم. اینایی که با افتادن یه قطره جام زهر تو مایتابه نظام اینطوری جلز و ولز میکنن، حسابشو بکنید اگه بطری زهر رو بره بالا چی میشه؟ اما بزرگترین مصیبت سیدعلی که اونو مجبور به نرمش ذلیلانه کرده، ریختن یال و کوپال خودشه که دیگه تو نظام کسی ازش نمیپرسه خرت به چند. حالا یه مصیبت ما میگیم، یه مصیبت شما میشنوید. الان در جامعه ما افرادی هستن که جایگاه ولایت فقیه رو نمیشناسن. این همون مصیبته. امام غائب میگوید ولی فقیه نماینده منه، متابعت او متابعت از منه، نافرمانی او نافرمانی منه. قبول ندارن، بعضی ها قبول ندارن. برای تعمیرات شاسی در رفته سیدعلی این حجت الاسلام یاتاقان رو فرستادن که پیچای سیدعلی رو با آچار امنیت تو کله بسیجی ها دوباره سفت کنه. کسی امام زمانش رو نشناسه مرگ جاهلیت از دنیا رفته. میگیم خدایا شکر که ما رو هدایت کردی به این راه ولایت. نعمت امنیت چرا اینقدر ناشکری میکنیم؟ در کشور عراق شاید روزی نیست که انفجار پیش نیاد. چقدر ناامنی هست. کشور سوریه واقعا مردم در به درن اونجا. کشور برادر عزیزمون افغانستان، پاکستان دائم یا تحت اشغال یا انفجارها و انتحارهایی که اتفاق میفته. ما مملکت ما از این نظر واقعا خدا رو شکر بکنیم. درست که مشکلات هست ولی اونایی که خدا داده قدرش میدونیم، شکرگزاری میکنیم.
البته خودش بهتر از همه میدونه که این امنیت قلابی با یه نیش ترمز لنگای سیدعلی رو میفرسته هوا. But you need to be quick. Great cars like these just don't last long. Stop! حالا بریم سراغ یک حرکت سوپر فمینیستی در نظام آخوندی و برگزاری همایش زنان، البته با مدیریت مردان. همه ساله در چنین روزی همایشی به نام همایش زن در بعثه مقام معظم رهبری برگزار میشه که نام همایش امروز زن مسلمان و دنیای مترقی و جهان نوین امروزه که تعدادی از خانم‌ها از کشورهای مختلف، نیجریه، الجزایر، عراق، ایران و احیانا یک کشور دیگه آفریقایی و ترکیه خواهند بود. البته ناگفته پیداست که شکلک‌هایی مثل همایش زنان و تیترهایی مثل دنیای مترقی کسی رو فریب نمیده، چون همه میدونن که حرکت نظام آخوندی روی محور ترقی مثل حرکت این ماشین میمونه. وجینی ما عزی در بخش مشنگستان یه سری میزنیم به کلاس پرخوری حجت الاسلام معده پرست که ظاهرا خودش 2 تا معده زاپاس هم داره. ابتدا یک مثال از شاگرد اول کلاسش. من یک شب در مشهد مقدس افطاری دعوت داشتم. یه آقایی هم پلودست من نشسته بود، آدمی لاغرندام، زرد، متن چشمش زرد، اصلا یک وقت همچی که مؤذن گفت الله اکبر، این باید یه مقدار آب جوش چیزی ابدا. دست دراز کرد، دیس و برداشت گذاشت جلوش، یک خورش از این ور یک خورش از این ور، دستم زد بالا به عزت شرف لا اله الا الله، افتاد به جونش خورد. این دیگه میخواست دوغو بخوره، نریخت توی لیوان، خود اون تنگو بارداشت رفت بالا. منم شوخی کردم، گفتم اگر آقا تشنه شد اون سر شلنگو به دهان آقا بذاریم. واقعا بدبخت، زد، مردنی، لاغر، اما نمیدونم این معده بود یا آب بار سیداسمایی، همینجور میخورد. اینم فرمول غذا خوردن آخوندی. سر سفره معده‌تو 3 قسمت کن، یک قسمت غذا و یک قسمت آب و یک قسمت خالی بگذار برای آسایش و تنفست. سهم معده‌ای که یک قسمت امام میفهمد میخوره، جای آبم میخوره، جای نفسم میخوره. آره میخواد نفس بیاد، میخواد نیاد. حالا توی کلام این آخوندا با این فرمولاشون چه کار کردن؟ انسان رو سر و ته کردن. آدما کلهشون بالا، شکمشون پایینه، اینا سر و ته کردن، شکم آمد بالا، کله رفت پایین. این آخوند تانگه که معروف حضور همه هست، فکر میکرد توی این برنامه به همه سوالات میتونه جواب بده، اما یه سری جاها مثل مواجهه با این سوال گیرپاچ میکنه و النهایه سوال طرف رو با آتیش و دود جواب میده. سلام سمت خدایی ها، شما که به ما توصیه میکنید دنبال مال حرام نرویم، میخوام ببینم که راست میگید یا نه. من دانشجو دانشگاه آزاد هستم. این ترم هزینه تحصیلیم شده 1,200,000 تومان. 1,000,000ش رو از فامیلامون قرض کردم، مونده 200,000 تومان. چند روزه که وسوسه میشم از خونه همسایه‌مون که داره ساختمون میسازه سیماناشو بردارم ببرم بفروشم. اگه شما سمت خدایی‌ها و همکاراتون نفری 20,000 تومان جمع کنید میشه 200,000 تومان و باعث میشه که من هم به گناه نیفتم. این هم شماره کارت من، ببینم که چقدر به حرفاتون عمل میکنه. شماره کارتشون هم دادن ها، جای ماندگاری. تعجب میکنم یه دانشجوی عزیز این مملکت، یک فرهیخته و فهمیده، اصلا چرا به خودمون اجازه این فکر رو بدیم؟ اجازه این فکر غلطه، چون تو روایات ما داره گناه آتیشه، فکر گناه دوده.
این هم جدیدترین سیستم ایمنی برای جلوگیری از سقوط توپولوف از محصولات کمپانی دلغک نظام. این توپولوفا که بود خلبانش روسی بود، من برای خلبانم آیت کرسی میخوندم. گفتن بابا این کمونیسته، گفتم کمونیست باشه بیفته منم میافتم. تو همه تلویزیونا درخواست برنامه جدید میکنن. ببینیم که درخواست بینندگان تیوی ریش از یک برنامه خبری چیه؟ گفتن که آقا خواهشاً در برنامه‌تون راست بگید. حالا من نمیدونم این قصه راست بگو دروغ نگو چیه. فقط خبری که تو خبرگزاری ها میاد و در جراید میاد و شما هم برای ما پیامک میزنید ولی ما اینا رو میخونیم. دیگه بینی و بین الله نمیدونم دیگه دروغش چیه. اینجا اومدن یه برنامه غیر سیاسی بذارن راجع به محیط زیست، اما آلودگی که تیوی ریش ایجاد میکنه موضوع رو تحت شعاع قرار داد. گفتن که سلام، شما 2 نفر محیط زیست آری از آلودگی رو باید از خودتون شروع کنید. ما چیکار کردیم؟ آها اینه. گفتن از صبح تا الان آلودگی فکری درست میکنید با متلک انداختن‌های سیاسی. وقتی میخوان همایش برگزار کنن ولی تو پر کردن سالنش موندن. بهترین ترفند آخوندی فرستادن دعوتنامه‌های سرکاری انبوه برای ملته. اما تو این همایش قراره از بهترین ها تجلیل بشه. کلی هم مهمون دعوت شدن. برای چی اومدین اینجا؟ نمیدونم. واقعا؟ چطوری اومدین؟ دیدار دوستان. واقعا؟ بله. چرا اومدین اینجا؟ دعوت شدیم اومدیم. چیز خاصی نبود. می‌خواستیم اصلا همچین دعوتتون کردن؟ بله. والا برای انتخاب بهترین برند چیز بود. چرا اومدین اینجا؟ من جشنواره داریم. جشنواره همایش‌های خسته نباشید. مرسی. برای چی اومدین اینجا؟ من آقای باقریون. نمیدونی برای چی اومدین؟ نه بابا دعوت شدیم. حالا از سیاهی لشکر میریم سراغ نقش منفی تو سینمای نظام که اولین شاخصش ریش نداشتنه. این درسته که میگن شما اصلا ریشتون رو نزدین؟ البته من برای جوانی شهید کشوری و دوره زندانی شدن شهید رجایی 2 بار این کار کردم. یعنی ولی کلا اعتقادتونه که ریشو هیچ وقت کوتاه نمیکنه. خدا شکر بقیه بازیگرا اینجوری نیستن و اینا دیگه هیچ کی نقش منفی اینا اصلا بازی نمیکنه. مشکل اما اینه که این پاسدار بسیجی فقط به بازیگری نقش مثبت بسنده نکرد و ادعای کارگردانی هم داره. حالا چی ساخته؟ من یک نماز موزیکال رو فکر میکنم نوشتم و کارگردانی کردم. درست. ولی نمیدونم پخش میکنید. میریم میبینیم برمیگردیم میام. بریم ببینیم. جدی؟ چه کردی؟ خیلی خوبه. در انتها توجه شما رو به تمرین یک حرکت آکروباتیک جلب میکنید که هنوز رشتهش تو المپیک به ثبت نرسیده، ولی اگه وارد المپیک بشه مدال طلاش برای این آقا رزرو شده.